که توی عمیق وقتی دوچرخه میزنی خسته میشی، یه راهکار داری. بخوابی به پشت، ریلکس کنی، روی سطح آب بمونی، بعد دوباره شروع کنی ادامه مسیر رو بدی. برای اینکه بخوابم به پشت، تو همین حالتی که دارم پا میزنم، سرمو میارم عقب، دوچرخه رو میزنم، بعد میخوابم به پشت. حالا با این حرکت دایره‌ای دست خودم به سمت دیواره هل میدم. هات که خورد به دیواره، سرتو بلند کن، دوباره شروع کن دوچرخه بزن. اگر سرت زیر آب رفت یک لحظه استرس نگیری، هوا رو خالی کن، دست و پاتو بزن، سرتو بلند کن. خاطر همینه که توی جلسات اول شناوری ها رو باهاتون کار میکنن، مثل شناوری به پشت، چون اینجا وقتی میای توی عمیق به دردت میخوره.